مودتا و رحمه، دوستی و رحمت الله در بین خانم شوهر جان. باید بکنی اینو میکاره. همین حکمت ازدواج همیست. ازدواج همیست که محبت باشه. و محبتی که کدام محبت نامشروع است که از حکم اسلام یا از انجام یک مسئولیت اسلام تو را خانم مانع شد. بگه که به خاطر ما اینی کار نکن، نه، به او درجه نباشه. مثلا نگو بگو که دکتی این مردم در دعوت نرو خطرات از بندی میشی، نه بگو نه. اگر تو بندی شوی باید من چطور کنم؟ یک روز اگر نباشی باید من میمرم، نه باید خیر اگر مردی اگر مردی خیر است من میرم در میرا ها. اینی گپا را یک روز تو نباشی من میمرم از غم. بگو نه دیگه یک محبت نمیکنم. حتی با دی بار روایت هست که عبدالله بن عمر رضی عنه خواستش بسیار یک خانم زیبا داشت، دوستش هم داشت. در جهاد ای ذره سستش کرده بود، از جهاد سستش کرده، مانعش هم نشده. عمر رضی عنه گفت خانم تا طلاق بده. امر کرد گفت ما پدرت هستم میلش. گفت دلیلش همیست که در جهاد ترسس کرد. گفت نه یا قبول نکرد. رفت شکایت کرد به رسول الله صلی الله علیه و از بچه خود شکایت کرد. او خود رسول الله هم رئیس بود، نه رئیس دولت بود. گفت یا رسول الله من بچه من میگم طلاق کو نمیکنم. شاید پرسان کرده باشه پیمبرم چرا؟ گفته بعد از عمر خواست عبدالله را. گفت که پدرت چی میگه؟ گفت میگه این تو. گفت اطیع اباک. گفت از پدرت اطاعت کن. و آفرین از اون، یعنی خانم بسیار بر انسان شیرین والله قساخت است. نه رفت خانم خود طلاق برو طلاق است، طلاقش داد به خاطر الله، خاطر که در جهاد سستش کرده بود. نه حالا ما را میگن میگه پای سوچای بالا رو نزنی خب که باز ما خراب میشیم. کلگی میگه مادرم میگه پدرم میگه شعله تا بخو پرده تا بکو، شعله تا بخو پرده تا بکو. نگفتیم که کارا رو نکنی، دیدی هیچ کس به دردت نخورد. ما میگم خود دیگه این میخو گپ اسلام هم نیست، ما میکنیم نمیشه. گفتم مجبور هستم. گفت کی مجبورت کرده؟ تو الله حکمش همینطور. از او سنم میترسم، هم از ایسو میترسم، از او بندی خانه میترسم. او بندی خانه را شدید میدانم، خیر ای بندی خانه گمش. این جدایی خانم آسان است، اونجا رو با چی میکنی؟ از او میترسم. عالم بسیار مسئولیتش کلان است. عالم شدن آسان نیست، مجبور حق بگویی دیگه، نگویی. خب حدیث صحیح است که کتم علما، کسی یک علم پنهان کنه که او علم ضروری است، الجم بلجام من النار یوم القیامه، قیزه آتشی در دهنش انداخته میشه. یه حدیث صحیح است. خب بسیار علم آسان نیست دیگه.